میدونستی بیشتر آدما دیگه از خیلی چیزا واقعی لذت نمیبرن؟ همیشه فکر میکنی یه گزینه بهتر هست و همین باعث شده دیگه هیچی واقعی نباشه. تا حالا به این فکر کردی که چرا دیگه از هیچی لذت واقعی رو نمیبریم؟ میری توی اکسپلور 10 تا ویدیو میبینی ولی هیچ کدوم لذتی نداره. یه آهنگ پلی میکنی، بعدی آشنا نیست. سفره پر، غذاهای رنگی، عکس عالی، ولی لذتی نیست. حس کردی دیگه هیچ چیزی هیجان انگیز نیست؟ دقت کردی دیگه از هیچی لذت واقعی رو نمیبریم؟ چرا هرچی بیشتر داریم کمتر لذت میبریم؟ یه فکری دارم، شاید واقعا مشکل از ماست، نه از دنیا. میدونستی بیشتر آدما دیگه از خیلی چیزا واقعی لذت نمیبرن؟ آمارا میگن نزدیک 70% مردم فقط یه ذره از تجربه هاشونو کامل حس میکنن. واقعا چرا؟ مثلا میری توی اینستاگرام، توی اکسپلور، از هر ویدیویی چند ثانیه میبینی، میشنوی، بعد آخرش هم میگی چی بود؟ هیچی جالب نبود. در حالی که مشکل از این ویدیوها و محتوا نیست، مشکل از ماست. ما دیگه صبر و حوصلمون کم شده و باعث میشه که از خیلی چیزا لذت نبریم. صبر نداریم یه چیزو کامل تجربه کنیم. توی ماشین هم همینه. یه آهنگو پلی میکنی، چند ثانیه نشده میری بعدی. یادش بخیر، قدیما یه آهنگو چند بار کامل گوش میدادیم و واقعا لذت میبردیم و چه خاطره هایی رو که ثبت نمیکردیم با همون آهنگ. غذا خوردنمونم شده نمایش، کلی عکس و پوز دادن، آخرشم نصف غذاها میمونه و نه قدردون بودیم نه از غذا لذت بردیم، کلی هم اسراف. واقعا قدیما یادتونه یه مدل غذا روی سفره بود، یه آبگوشت، آخ چه لذتی داشت. به کجا چنین شتابان؟ واقعا چی بودیم چی شدیم؟ به کجا داریم میریم؟ جالبه که فیلم و سریالامون هم همینه. وسط دیدن یه فیلم گوشی رو ور میداریم و نوتیفامون رو چک میکنیم، یه سری هم توی اکسپلور میزنیم، بعد آخرش میگیم که این فیلمه اصلا قشنگ نبود. بابا مشکل از فیلمه نیست، مشکل از ماست که اون لحظه توی اون موقعیت و توی فیلم نبودیم که بتونیم واقعا لذت ببریم از اون لحظه، در لحظه زندگی بکنیم. ولی بدتر از همه رابطه هامون. خیلیامون دیگه دنبال شناخت واقعی نیستیم. همیشه یه حس ته دلمون میگه نکنه یکی بهتر از اینم باشه و همین باعث میشه که دیگه هیچ کی برامون خاص نباشه. رابطه هامون سطحی میشن چون همیشه دنبال بعدی هست، مثل همون آهنگا، مثل فیلم و سریالا. بیایم یکم آرومتر باشیم. به جای این همه عکس، گزینه و پوز دادن برگردیم به عمق، به سادگی، به اون لذت‌های واقعی که از ته دل میان. تو هم این حسا رو تجربه کردی؟ بنویس برام. با من سجاد کرمی نامیوندی همراه باش که بتونیم مهارت‌های ارتباطی خودمون رو مناسب عصر حاضر تقویت بکنیم.